ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. برای مثال نمونه را از کتیبه شاه آشور نصریبال می‌آوریم تا سیاست ببقای این دولت ابرقدرت و علت‌های زود شکست خوردن آن عیان گردد. با فرموده آشور و اشتار خدایان بزرگ که حامیان من هستند با لشکریان و عربه‌های جنگی خود به شهر گینای حمله بردند و آن را با یک ضربه شدید تصرف کردند. 600,000 نفر از جنگیان دشمن را بدرنگ سر بریدند. 3,000 اسیر را زنده تومه آتش ساختم و حتی یکی را باقی نگذاشتم تا به گروگانی رود. حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کردم و پوستش را به دیوار شهر آویختم و از آنجا به سوی شهر تیلا روان شدم. مردم این شهر از در عجز و التجا در نیامدند و تسلیم من نشدند. لاجرم به شهرشان یورش بردم و آن را گم شده و 3,000 نفر را از دم تیر گذراندم. بسیار نفران را در آتش کباب کردم و اسیران بیشمار را دست و انگشت و بینی بریدم و هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم. از جسد کشتگان پشته ها ساختم و سرهای بریده به طاقهای شهر آویختم. اما کوروش کبیر سیاست عاقلانه دولتداری را پیش گرفته اعتقاد و عقاید و دین ملت‌های غیر را احترام می‌گذاشت. او به هر کشوری که می‌رفت خدایان مذهب‌های مختلف را به رسمیت می‌شناخت، خود را جانشین قانونی پادشاهان بومی اعلان می‌داشت و از روی رسم و رسوم آنها پادشاهی را می‌پذیرفت. بیهوده نیست که روحانیان بابل او را همچون پسر خدای عالی تبار بابلیان مردوک معرفی نموده به تخت شاهی نشستنش را با خوشنودی تمام استقبال نموده بودند. به عباره امروز سیاست دولتداری کوروش کبیر 2500 سال از این مقدم به طرز دولتداری دنیوی اساس یافته بود. شاید یکی از سبب‌های شهرت جهانی یافتن و امپری ابرقدرت زمان خود شدن دولت فارس در پیش بردن همین سیاست دولتداری دنیوی نهفته باشد. در عین حال باید ذکر نمود که کوروش کبیر ضمن سیاست دولتداری و طرز دنیوی تفکر هدف‌های کشورگشایی و گسترش دادن اقتدار روزافزون امپری فارس را پیش می‌برد. با قول مورخان عهد قدیم و جدید کوروش کبیر قبل از هجوم به بابل در سیمای سوداگران و تاجران، روحانیان، مذهب‌های گوناگون و دسته جاسوسان دولتی ترغیبچیان سیاست خود را به آنجا انتقال داده نمایندگان ملت و مذهب‌های اذیت کشیده را قبلا به امپری هخامنشیان دلگرم می‌ساخت. کوروش کبیر علل خصوص نسبت به ملت بنی اسرائیل که از زمان بخت و نصر در اسارت دولت بابل بود مهربانی و عنایت زیادی کرده است. او اشیاءهای گرانبها و ظرفیات طلایی و نقرگین را که هنگام خراب نمودن معبد یهودیان در بیت المقدس غارت شده بود به عبادتخانه یهودیان بازگرداند. گذشته از این با اجازه کوروش بیش از 42,000 نفر یهودی از جمله 7,000 غلامان و کنیز برای تعمیر و تجدید معبدهای بیت المقدس رهسپار شدند. از اینجاست که احترام پیامبران بنی اسرائیل به کوروش خیلی زیاد بوده نام او در کتاب مقدس آنها ذکر شده است. کوروش کبیر در عین حال معبدهای بابلستان، آشور و ایلم را تعمیر نموده با آنها نذر و نیاز و قربانی‌های زیاد نثار می‌ساخت. خلقیت‌های مختلف را برای برگشتن به وطن اصلیشان رخصت می‌داد، ولی با وجود همه این جوهر زورآورانه امپری هخامنشیان و سیاست بزرگدولتی آنها باقی می‌ماند.